برای همدمای محیط رو با شکر قهوه‌ای و شکر سفید با دور متوسط همزن میزنیم تا کاملا کره سبک و کرمی بشه. حتما دورگیری انجام میدیم و بعد بهش تخم مرغ، وانیل و کره پسته رو اضافه میکنیم و ترکیب و دورگیری میکنیم. بعد بهش شکلات های خرد شده و در نهایت مواد خشکمون رو اضافه میکنیم. خمیر کوکیمون که آماده شد داخل یک کیسه فریزر میریزیم و داخل یخچال به مدت 2 ساعت یا فریزر به مدت 1 ساعت استراحتش میدیم. بعد از استراحت به چونه های 40 گرمی تقسیم میکنیم و داخل دستمون گرد میکنیم و بهش شکل میدیم و میچینیم داخل سینی، میره داخل فریزر و بعد میره داخل فر تا بپزه. برای دیزاینش هم میتونید از هر چیزی استفاده کنید. من از مارمالاد شاهتوت و رد کارنت و کره پسته استفاده کردم. شما میتونید با شکلات ذوب شده و حتی پودر پسته دیزاینش کنید.